سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. امروز مهمان کانال ما مادرم می باشند. امروز مادرم برایشان یک نمود رولیتی آسانک با میوه تیار میکنند. مرحمت تماشا کنید. السلام علیکم تماشاگران گرامی. من امروز همراهی شهنازه به شما یک رولیتی آسانک را نشان میدم. به این رولیتی ما محصولات لازم است: 3 دانه تخم، 150 گرم شکر، 3 قاشق کلان آب، 4 دانه شفتالو، 10 گرم رزرغری تیل، 9 قاشق کلان آرد لازم است. 3 دانه تخم را با میکسر 2 دقیقه لد میزنیم. ما اکنون کم کم شکر را با همراه کرده لد می‌کنیم. ما تخم و شکر را تا سفید شدنش لد زدیم. اکنون رزرغری تیل را با آرد همراه میکنیم تا که رولیتی ما کدیامی نصف شود. اکنون آن را کم کم همراه کرده ارالش میکنیم. ما آرد را همراه کرده آب هم همراه میکنیم تا که رولیتی ما بوی تخم ندهد. خمیر ما هم تیار شد. غلسی خمیر به مانند این خیل تیار شود. ما اکنون شفتالو را همین طور ریزه کرده با لیست میچینیم. شما میتوانید با زردآلو و با ناک هم همین رولیت را تیار کنید. ما همین طور با لیست شفتالو را پیچیدیم. خمیر را برای شفتالو همین طور میریزیم. ما خمیر را همین طور برای شفتالو ریختیم تا که شفتالو ما در درون خمیر ماند. ما رولیتمان را به مدتی 25-30 دقیقه در تختان میگذاریم. را در حرارت 160 گرادوس پخته گرفتیم. ما گرماگرم رولیتمان را میبینید رولیتی ما تیار شد. ما این را گرماگرم میپیچونیم تا که نکفد. رولیتی ما هم خنک شد. میتوانید با گلزور با پودر ساخنه پودر آرا دهید. رولیتی ما هم تیار شد. درونش ببینیم چی خیلی پخته است. رولیتی ما خیلی تیار شده است.